سیما شغلان دوش پلیس درگیرشه برش تا زندون موقتی فعلا که تا زمان که میتران حاضر بود باید داخل زندون بود هم قسم قرآنی خیلی که من اصلا خبر میتران نارم مثلا که ابراهیم مثلا گوشیمون شکایت شده که این همه ایزر سر ادی و سیماه من خبر میتران نارم همه استراحت کنیم نرفتی سر کار امروز اینا؟ بعد از ظهر دارم بعد از ظهر؟ برقه نرفته برقه نرفت نه؟ حالا دارم از ما لباسه عوض کنم لباسه که هم بود و جاکه لباس شد حالا نار بسه شاید داره عجیب شد اوی خدا بعد لباس کارت نهاری بشون شد؟ نه اون رو خاموش کنشتم شد دوش کنید خاموش شد روز ایمه شده دارم؟ نه نه خود روز رفتیم آستا چه بخوره؟ آستا یه سال یه چوری دویست ماه چوری رو تمام لباسه نرسی من که همه خوب سنخون میاد آدم دارم بعد از اون رسته کارانه؟ نه خواهم برای میترا بیاردم برای دیرش ندارم مطمئن هایی یه نقشه چشم یه نقشه چشم هستی دوباره از نفت میکنه من تا میتران پیرا چردیم سوده همه روستا یه رفت چردمه میخوام برای این دینش بیگردم برای تاثر ترموری بدین زنامه بیگردم و من پیراش نیچه آمون بیگردم و من پیراش میکنم هر وقتی رو مورو ببینید زن که میزنه و اصلا گوشیش نیگه یه بدم میزه از این اکسرش نورده من میترسم حتی گو آمون خیلی مرد خوبی بید بعض از این نشت Wait Estou bem mais assim, não. Não, assim. Que خبر؟
راست شده چه مایی؟ بسات خوره؟ ده كان بعد موزي مدراوي بعد واسطة. ما بيبغى نعمل بخصوص سيمان. وسيت ما تشغيل بو إذا كان شسيت بموانا. لا سيمان. خانه بخصوص. خصوص بري بخصوص أنا. بري؟ باید دفنی ترا سیمان بری خانه. هر کارم خسته دار گفتی نه. بري ده. این خیلی لباس میمونی تیری چیزش میاد. باش. هرچی دست میده ما همه چی مطلوب بیار هرچی دست میده سیمان. Tam memnun üzere. Kutuyu. Lan kadar kadar bir oyunu ne var? Ne var ki? Ben de. Ben o zaman kadar bir zaman kar ettim. Bu ne sana ne kar? haber ne var? Hayır. Daruya çanta tamur çerdim. Daru su bir barışmış. Neredeydi? Ha. Başkanlar ne yapmışlar? Az önce kameraya dayı. Ha. Vallahi iş bitti. Daruya ismini olursun. Ha, genau dar. İlgili nefes tercihse. Bize bari bir şey yapmışsın aslında. Ne bir şaka gel. Sen bir bagaj beteri olsun. Abi dağı ayağımın. Ha. O ya bak mı? Böyle o tam çavaz şey oldu. Sana şu biliyor. هستی همون که گفتی برسیم اینو نخردیم حالیت تقاطر رو نبوسا خوری نه در واسه خونه سیمان ناشه مالی بود دامن دم شد نمیرزه من گوسنه تشنی اتدی آها گوسنه می دسته هست میکنم یه ساعت کن برای رو خامره هزار یعنی ساده اماره بیا خود استراحت توست یاد باشه کام توست یاد بیا اکسابی سیما بازن دست در نکن واقعا غذای خیلی خوشمزه بی تو ساعت سیتی قد چند غذای خیلی خیلی برنزه چقدر خوشمزه Anza parlarsa sopra, no? Tu sa. Simat sofra zan kal savay çeşen rize. Amsayı kağıt taştın. At sabi aç. Aferin Atusa. At saat zor şekini. زوری کنی چرا رفتی ناش؟
نه خب سیما زحمت شستشو اینو با ما نه تو دقیقا زحمت درست شدی خسته ببینی الان هم خبره سر کار نه اینو باید میدونی خب با کار آسان همونه چرا خواستم مشکل به شب رسه کال باسم صاحبشی عزیزم سنونه لباس شد خب بس هم چف شکن تو نه مخوام به کارشن Altsas har du det där helt inte. Pröva. Okej. سیما سامانه در مورد تو در مورد راضی به صحبت نشه نگی کی بریم؟ نه دیگه نگو. اصلا من فکر کنم میترا وش گفته میکنه. نه فهم میترا یه چیزی مشخصیه. ببین بیا. مکو. Co się łatwo No, ty, co ty? Ta sobie trzymaj no. آفرین دختر خوب من آفرین دختر خوب من آفرین ایش بگوه خبره تو؟ میخوام برم تا ازای سیما مامونم درست مسترکار چه خبره تو؟ الان ساعت چند؟ ساعت خرابه ساعت دیواری ساعت یک تقریبا ساعت دو هم کار شد تو برای؟ حرکت فردا تا مادر سیما برای؟ آسا چی بیا؟ تو بیا برای دادی دستم رو چی کار بدم خیلی بقید دپوه است دپوه دوش نوشو کرو سلام شدی کارتیه رو سی تنظام رو نیمه بافت نیست آتا شدادم شکنی موقع
اومدی سیما هیچی نگفتم باید برم سر پرورش موی به دوز برم نبینیمش برم هم آموم هم میترانمش کشن نبینیم برم برای اگر رو بشم باید صحبت کنم و راه بیایی هرچند رو به دست من ناراحته چون اصلا وش نگفتم قبلا در مورد موضوعی هیچ من اشتباه از طرف خون دیالا برای دیگش بجرده من بند نیست من این ترانه که بچی بند کنه دواس من داخل شهر باید زینایش صحبت کنه این همه بدبختی و درد سر سیم رو ایزان نکنه کاشتی فقط همون سر پرورش موی بود باشه نگاه میگه دستگیر من که این بود سرکی نشده نه شما میگه بود تحقیقی شما بارا زرد کش کنم زاده چرا تی پرورش موی هم میگه آخرین باری چون هم میگه خیلی وقت پیش بارونی که چقدر سیمان سر تر رفت خاطرات زیادی با ایده دارم همون جایی بیچه سالقن هم دارم شدن زمانش خواستم برم بودم بیچه کنه جر خواستم برم خواسته گوی سیمان خودکو؟ که زنده این دوباره ورجر سر روال عادیش خیلی دلم تنگ و بیس ایرو چون خیلی از عمرم میره گذراندم آشنویم با سیما هم سر همین تربی من نمونم زنامون سرش این همه مشکل پیش اوسیم
اصلا بالا جان شلگی خیلی توی از این بالا لگه خال واسه اصلا رو بیر چند میرینه مثلا بکور کنم کارجره بس نه همین نه همون کارجر خریمیه عوض رو بیرینه چیه؟ باشی از واسه مشنه هم بده سلام سلام خیلی خوش شما ممنون سلام شما ممنون بفرمایید آقا چطور کار داشتی؟ نیامد میگم شما من برادرزاده شم قبلا همینجا کار می‌کردم خب الان کارش دارم در خدمت از بیشی خب نیامد خیلی ما به خودش نیامد چه تا الان نیومده خیلی روز خوش آمد بیا بیا نیامد بفرمایید این چای درباره خودش الان اصلا اینجا نیست ممنون نه چه تا الان نیومده تقریبا نه 20 روز بیشتر میشه بفرمایید بشین بفرمایید بفرمایید خوش آمده خوش آمده خب چه خبر خوبی؟ سلامت باش چیکار داشته باشی؟ دیگه چیکارش داشته شما؟ حالا فکر کنم آمومه خب شما کارجرشین درسته؟ بله در خدمت قبلا این کارجر دیدی بوسیش میری کارش کردن این کارجر دیدی دیدی نبیدی درسته خب یه سری مشکلات داشتیم حالا چند وقته اصلا هیچ خبری از نشد حالا من ببینیم رفتم خونه شروع نبیس ما میریم پیداش کنم نه خیلی روز میشه دیگه میکنیم ما دروغ میگیم
نه فکر میکنم دروغی حالی خواستم من اومده رو نومده نه نیومد خیلی روز میشه نیومد مطمئنی اینو؟ بله او کارچه قبلی شیربی این دا کن رفته اون رفت دیگه فکر کنم بالا یه چای بیار به بنده خدا میمانه دیگه خیلی روز میشه نیومدم برای حسین راضی به زحمت نیستی جناب؟ نه مشکل نیست بفرمایید خوش آمد باشی خواهش میکنم بفرمایید خوش آمد خوشمقم نه؟ گفتی چیز شریک هست با من من برادرزاده‌اش هستم قبلا همینجا شریکش بودم خب بعد یه سری مشکلات خانوادگی سیمو پیش اومد خب با زنامون خب خانم نوعش روسیشانه خب ما یه تاجر زنی و امیر سرکار دیگه ما عاشق شدیم خب ما خشم باش کسی عروسی کنیم زنامون و همون مخالفت شد بفرمایید خواستم منو به تو چردن سرا به پرورشگاهی چردن سرا خیلی اذیتم شدم خیلی داستانا داره ده وقتش میره تعریف کنیم ما خیلی سالا میشدم اینجا کار میکنیم آقا چون خیلی پیش من نشنیدم نه کسی گفت مسائل خانوادگی شما باید با خودش زنگ میزنی اینجا که اومده خوش آمد مهمان ما هست که دیگه من نمیتونم آقا یه چیز یا خلاصه اسم شما چیه؟ اسم رحمان جانم موقع شما این شریف بیم ترمز نو میگیریم درسته من در مورد شما چیزی نشنیدم ببخشید هم داری هم درسته بله ولی خب دیگم سی گفتم جریان او عاشقی و مشکلات چیزی پیش اومد حتما آمون نخواسته مشکلات خانوادگی چیزی پیش کارشی در میون بگذار ما چند بار رفتم همون رو خونهش بلاش نشدم هیچ آدرسی هم دوش نداشتم گفتم یا حتما یه سر پرورشگاهیه درسته برو هم زنامون یه دور این خشم آوردید نه دور خشم دور برادرزادش هم یا میگه باید نبرسونی هر نوعی برای عاشق و به روستایی نبرسونی درسته این این داره چیزش کردم خود در مورد یه چیزا آره من چیزی نشنیدم الان متاسفانه من واقعا چی بگم برای شما دیگه من عاجزانه درخواست دارم اگه دونی ایران آدرس جدیدی به آمون نمیدونم آقا نمیدونم شما چای نوش جونش کو خیلی خوش آمدید در خدمتش حساب تکون نگید نه خب یه چیز هست هرکی عجب غریب میزنی شما من نمیدونیم شما میگه چی دیگه تو میگه من اینجا اگه گفتی یه خبری میوری نه هیچ اگه بودی چیزی بخیر در خدمتم ممنون دست در نکنید ممنون تشکر آقا اصلا دیگه ممنون دست شما در نکنید خیلی خوشم آقا ما خاطرات زیادی داری میرو خب ما چند سالی رو کاری کردیم خب اگه کنم این استفر این همش به دست ما داره در خدمت از ممنون تو رو نمیشناسم آقا خیلی درسته ببخش سویچ هم اینجا مون دیگه دست درم قربونی در خدمت هستم کجا؟ آقا ببخشی او راهه این راهی که شخصی دیگه مثل نمیفهمی من میام اینجا کار میکردم این کار از خود خب درسته خیلی خوش آمدی ممنون اینجا وسایل هست وسایل این چیز هست آقا میگم اون طرف نرو آقا بفرمایید شما نمیشناسی من خب نمیشناسم میخوای چیکار کنیم با ما زنگ بزن دیگه نمیتونیم هم اینجا جواب نمیدی با من ربطی نداری و تو یک کارگری هر برو شما برو بیرون آقا ما میخوای چیکار کنیم دیگه میخوای ما رو بیرون کنی آره میخوام خب بفرمایید الان مشخص میشه بیا بیرون دیگه بیا بیرون دیگه هر کارشی داره میدونم با انسانیت میگیم برو بیرون دیگه آقا با انسانیت میگم دیگه اصلا بیشتر خود نکن برای چی شما چرا گرفتی شما ویر کن که من تو رو ویر کنیم تموم شد رفت خیلی خوش آمده آقا در خدمت هستیم برو آقا برو دیگه بفرمایید آقا تو 3 دفعه اومدی گفتم برو به انسانیت برو به احترام شما نمیشناسی احترام انسانیت چیه؟ صدات سمو بالا نبر آقا میخوای چیکار کنی؟ اگه نبریم میخوای چیکار کنی؟ یعنی همین میخوام اخلاص میکنم خب بفرمایید آقا بفرمایید خیلی خوش آمدی با احترام خب آقا منم چیزی نگفتم شما اون طرف را میخوای چیکار کنی اینجا؟ نه خیلی خوش آمد نه خیلی خوش آمد آقا بعد شما اگر یه هموی شما بود شما باید زنگ بهش میزدی شما دیگه با ما چی؟ ما مخسری؟ مقصر نیستی فقط خواستم دنبالش میگردم خب اینجا دنبالش میگردی اینجا نه
اینجا یک کارگاه آقا بعد بفرمایید نیومد خیلی یک 10-20 روز شد نیومد میدونم چه خبر داری با همون خب باشه ببر اگه نه ارث میراث نمیداری مثلا اون زنامون دوباره بوم داخل زنده خود دیگر کاری که با خودش اگر اومد چشم بهش نیست اگر نیومد دیگه با خودش زنده اینجا نمیاد مو پیدا کنم ایده خواهم پیدا نبود تاجر هم مطمئن و زنامو پیل داشت که اگر مومن میره سراغش با هم اینطوری رفتار کنه چرا میترا و همون هم یه جایه اول خوب برخورد چه با هم ولی الان زی نابرون شد روشمایی که ما چند سال سری زحمت چشم حالا یک تاجر افغانی من سرش بوده بدبختی چشیدم یعنی نبی برم دوباره با پلیس بیام میره بگردم